صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، به خاطر می آوریم که بارها با تو عهد و پیمان بسته ایم، سوگند خوردیم و قول دادیم که از تو پیروی کنیم و هرگز راه خطا را نپیماییم و همیشه طالب اراده تو باشیم. ولی خداوند مقدس و مهربان و عادل، اعتراف می کنیم که نسبت به عهد و پیمان خود و قولهایی که دادیم وفادار نبوده و در عوض به خاطر خودخواهی‌ها و غرور و خواهش جسم و به خاطر لذات جسمانی و آرامش تن از راه و طریق تو خطا کرده و راه خود را بر راه تو ترجیح داده ایم. ای خدای عادل، ای خدای بخشنده، تمنا می کنیم که بر ما ترحم فرما و ما را به خاطر بدقولی ها، به خاطر خطاها، به خاطر گناهان عمد و غیر عمد، دانسته و ندانسته ببخش و کمک کن که از روح القدس تو پر شویم، تا نه با قدرت و اعتماد خود بلکه با قدرت و ایمان به تو کوشش کنیم تا اوامرت را انجام دهیم. شکرت می‌کنیم که تو خدای بخشنده هستی و محبت هستی و اگر صادقانه توبه کرده و از خطایای خود پشیمان شده و دیگر به سوی آنها برنگردیم، تو ما را میبخشی. خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم، استدعا داریم که به ما بصیرت و معرفت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام یگانه منجی زنده و یگانه شفیع و نجات دهنده ما انسان‌ها، عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. ای کسانی که تشنه خدا هستید، بیایید و آب حیات را بگیرید و بنوشید و بچشید و ببینید که چه نیکوست. ای که گرسنگان عدالت هستید و ای عاشقان خدا، ای همه کسانی که در روح آرام و قرار ندارید و حاضرید هستی خود را فدا کنید تا در اصل و مرکز حقیقت قرار بگیرید، بیایید زیرا خداوند خدای محبت است، پدر رحیم و مهربانی است و از راه فیض و محبت عظیمش آب حیات را ارزانی نموده است و در عیسی مسیح آرامش جاودانه، زندگی ابدی، حقیقت خیش را و حیات جاوید را به ما عطا کرده است. او به طور رایگان نجات ما را مهیا نموده و به هر کسی که طالب آن باشد عطا می کند. اما دو شرط دارد: اول ایمان است و دوم وفاداری در ایمان. بخشش و نجات از گناه عطیه‌ای است
آسمانی. بخشش و نجات از گناه عطیه‌ای است آسمانی و الهی، زیرا که از فیض و محبت خدا سرچشمه گرفته است و هیچ بهایی نمیتواند برای آن پرداخت شود. اما در مقابل این عطایای آسمانی مسئولیت هایی است که باید آن را انجام داد، حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود. آری، پیروی از خدا و از اراده او به خاطر وجود شرارت و شریران در این عالم منجر به آزار و حتی از دست دادن جان می شود، ولی مرگی که به خاطر ایمان نصیبمان شود در واقع مرگ نیست، بلکه آغاز زیستن با خداوند است. و این حقیقت را عیسی مسیح در کلام خودش آشکارا بیان می کند و می فرماید اگر حاضر نباشید در قبال رحمت و فیض و بخشش خدا در مسئولیت هایی که نصیبتان می شود وفادار بمانید، بدانید که لیاقت بهره‌مند شدن از نجات سماوی را نخواهید داشت. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات نجات دهنده خود عیسی مسیح توجه خود را معطوف به فصل 8 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری می کنیم و آیات آخر این فصل را که درباره بهایی که باید به خاطر پیروی کردن از او آماده باشیم بپردازیم صحبت می کنیم. گوش کنید به آیات کلام خداوند. از آیه 34 الی 38 براتون می خونم. عیسی مسیح رو به مردم و شاگردان کرده و میگوید هر که بخواهد از عقب من آید خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا متابعت نماید. زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به جهت من و انجیل برباد دهد آن را برهاند. زیرا که شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ زیرا که شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ یا آنکه آدمی چه چیزی را به عوض جان خود بدهد؟ زیرا هر که در این فرقه زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان نیز وقتی که با فرشتگان مقدس در جلال پدر خویش آید از او شرمنده خواهد گردید. دوستان عزیز، عیسی مسیح در اینجا می‌فرماید که اگر کسی از شما بخواهد پیرو من باشد باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشد. در کتاب مقدس آرزوها و خواسته‌های بشری که از جسم و هوا و هوس سرچشمه می‌گیرد و برای ارضای خواهش جسم و نفس شخصی است را خلاف خواسته و اراده خدا دانسته و آن را مغایر با طریق حق اعلام می‌کند و مسلماً اگر بخواهیم در اراده خدا باشیم در این دنیا زحمت و مشکلات بسیاری خواهیم داشت، هم از طرف مردم و هم از طرف خودمون. زیرا نفس بشری طالب چیزهایی است که مخالف سیرت خداپرستان می باشد و این نفس دائما در ما در جدال خواهد بود و سعی می کند که ما را از طریق خدا برگردانیده به طرف دنیا سوق دهد. برای همین است که مسیح می گوید باید صلیب خود را بردارید. باید صلیب خود را بردارید. اجباری است. صلیب نشان جان دادن یا زحمت کشیدن تا به مرگ است. و بر دوش گرفتن صلیب یعنی هر لحظه آماده بودن برای فدا کردن جان در راه ایمان به او. و سپس میگوید هر کس به خاطر من و به خاطر پیام حیات بخش انجیل حاضر باشد جانش را فدا کند در واقع جانش را نجات خواهد داد. ولی هر کس تلاش کند که جانش را حفظ کند آن را از دست خواهد داد. شهید شدن در راه ایمان به عیسی مسیح در واقع یعنی بازیافتن زندگی ابدی و این تعلیم را عیسی مسیح عملاً با مرگ و قیام خود به اثبات رسانید. عیسی مسیح میگوید چه فایده دارد برای آدم که صاحب و مالک دنیا باشه، همه چیز دنیا را برای لذات خود به دست بیاورد ولی در عوض جانش را از دست بدهد؟ آیا چیزی ارزشتر از جان او پیدا می شود؟ مسلماً که نه. شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد
و نفس خود را ببازد. و در ادامه گفتارش به کسانی که در ایمانشان ضعیف هستند و یا به خاطر حفظ جان خود ممکن است از دروغ مصلحت آمیز استفاده کنند، عیسی مسیح به آنها اخطار می‌دهد که بیهوده خودتون را فریب ندهید. اگر حاضر نباشید به خاطر ایمان به من حتی جان خود را فدا کنید، شما لیاقت پیروی کردن از من را ندارید. میگوید اگر در این روزگاری که پر از گناه و شرارت و بی‌ایمانی است شما از من و سخنان من عار داشته باشید، من هم که مسیح هستم هنگام بازگشت خودم، یعنی وقتی که برای بار دوم با فرشتگان آسمان و با قدرت و شکوه خدایی میآیم تا بر همه عالمیان داوری کنم، در آن روز از شما عار خواهم داشت. در آن روز یعنی روز معاد از شما عار خواهم داشت و یا به شما اجازه ورود به ملکوت خداوندی یا فردوس نخواهم داد. راستی دوستان عزیز، شما که صدای مرا میشنوید، شما که عاشق خدا هستید، شما که میخواهید وارد فردوس شوید، ایمان شما به عیسی مسیح در چه سطحی است؟ آیا او را واقعا شناخته اید؟ مطمئن هستم که اگر ایمان شما ضعیف است به خاطر اینه که هنوز به مقام و شخصیت و بزرگی عیسی مسیح پی نبردید. زیرا اگر حقیقتا بفهمید که او کیست و چه برای ما کرد و چه می کند، آن وقت یقین می دانم که هرگز از ایمان به عیسی مسیح سرفکندگی نشان نخواهید داد و حاضر که جان خود را در راه مسیح فدا کنید و مانند شهیدان عصر حاضر کلیسای عیسی مسیح در ایران جان را بدهید تا دیگران را نیز به سوی محبت مسیح هدایت کنید، تا دیگران نیز عیسی مسیح را بشناسند، زیرا عیسی مسیح آنقدر عزیز و گرامی و پربها می باشد برای ما. در چند سال گذشته کلیسای ایران جفا و آزار شدیدی از طرف عده‌ای متعصب تحمل کرده است. مسیحیانی که نژاداً ایرانی اصیل بودند به خاطر اینکه تغییر دین دادن جفاها دیده و شهیدها دادند. کشیش کلیسای شیراز و اصفهان و مشهد و شهرهای دیگر را چند سال پیش کشتند. چرا؟ چون اینها عیسی مسیح را شناختند و آنقدر محبت مسیح در وجودشون جان گرفت که نمیتوانستند درباره محبت خدا که در عیسی مسیح است زبان خود را ببندند و به هم نوعان خود چیزی نگویند. خون افرادی مثل کشیش حسین سودمند که در مشهد بیهوده بر زمین ریخت خود باعث ثمرات بسیاری شده است. میگویم وقتی که روحانیون شهر مشهد او را تهدید کردند که از ایمان به عیسی مسیح دست بکشد و به مذهب عربی خود برگردد، او گفت که من چگونه میتوانم محبت مسیح را منکر شوم؟ کشیش حسین سودمند گفت که محبت مسیح را آنقدر چشیدم و آنقدر در فداکاری عیسی مسیح غرق شدم که هیچ چیزی حتی زندگیم نمیتواند منجی مرا از من دور کند و من منکر اون شوم. متعصبین روحانی در دادگاه مشهد طناب بر گردن او انداختند و سرانجام کشیش حسین سودمند را فقط و فقط به خاطر اینکه مسیحی شد و حاضر نبود به دین عربی خود برگردد حلق آویز کردند. کشیش حسین سودمند می توانست خیلی راحت با بیان 2 جمله عربی زندگی جسمانی خود را باز یابد، اما او گفتار عیسی مسیح را خوب می دانست. او مسیح را خوب شناخته بود، با مسیح زندگی کرده بود و برای او زندگی می کرد و نمی توانست او را منکر شود. در عوض حاضر شد جانش را در راه عیسی مسیح فدا کند. بله، او جان باخت، شهید کلیسای ایران گردید، به دست شریران که در لباس روحانیت فعالیت می کنند جفاهای بسیاری متحمل شد. او را کشتند، زن کور او را بیوه کردند و 4 بچه او را یتیم ساختند، همه به اسم خدا. او را حلق آویز کردند. چرا؟ چون به مسیح ایمان آورده بود. اما دوستان عزیز، امروز کشیش حسین سودمند نمرده است. درست است جسدش با خاک یکی می شود، اما او زنده است. او امروز با عیسی مسیح مصلوب شده و قیام کرده از مردگان می باشد. او در کنار عیسی مسیح در آسایش و حیات ابدی قرار دارد. او مسیح را شناخت و چون مسیح را شناخت نمی توانست مسیح را منکر شود.
بله دوستان عزیز، عیسی مسیح می‌دانست که روزگار بسیار شریر و پر از گناه برای ما خواهد بود و برای همین است که به ما یادآور می‌شود که به زندگی پس از مرگ توجه کنیم، که مرگ پایان نیست بلکه آغاز زندگی جدید است. همچنین در آیه آخر بار دیگر مسیح در مورد بازگشت ثانویش به عنوان داور عادل، داور جهانیان صحبت می‌کند و می‌گوید روزی خواهد رسید که من با قدرت و شکوه خداوندی همراه با فرشتگان آسمان خواهم آمد و به جهانیان داوری خواهم کرد، بر جهانیان، هم جهان و هم جهانیان. و خوشا به سعادت کسانی که ایمانداران به داور خداوند هستند. خوشا به حال کسانی که در ایمان خود به عیسی مسیح وفادار هستند، زیرا در داوری نخواهند آمد. آنها وارد ملکوت خدا هستند. آنها صاحبان ملکوت آسمانی هستند. دوست من، آنها تا به آخر نسبت به عیسی مسیح وفادار خواهند بود. آیا شما نسبت به ایمان به مسیح وفادار هستید؟ آیا حاضرید صلیب خود را هر روز بردارید و از او پیروی کنید؟ فقط در این صورت هست که میتونید وارد ملکوت خدا بشوید و از داوری و خشم خدا برهید. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به فصل 9 از کتاب انجیل مرقس جلب میکنم و گفتار و زندگی عیسی مسیح را دنبال میکنیم. در فصل 9 ما ابتدا با یک منظره ملکوتی روبرو میشویم و سپس عیسی مسیح یک پسر قشیر را شفا می‌دهد و بعد درباره بزرگی در مسیحیت صحبت می‌کنه و تعلیم می‌دهد که بزرگی از نظر خداوند در چه می‌باشد. ابتدا 13 آیه اول را براتون می‌خونم و سپس تا آنجا که فرصت هست توضیح مختصری در مورد آیات قرائت شده به عرضتون می‌رسونم. فصل 9 از انجیل مرقس براتون قرائت می‌کنم. می‌فرماید و بدیشان گفت هر آینه به شما می‌گویم بعضی از ایستادگان در اینجا هستند که تا ملکوت خدا را که به قوت می آید نبینند ذائقه موت را نخواهند چشید. و بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و ایشان را تنها بر فراز کوهی به خلوت برد و هیبتش در نظر ایشان متغیر گشت و لباس او درخشان و چون برف به غایت سفید گردید، چنان که هیچ کازاری بر روی زمین نمیتواند چنان سفید نماید. و الیاس با موسی بر ایشان ظاهر شده با عیسی گفتگو میکردند. پس پتروس ملتفت شده به عیسی گفت ای استاد، بودن ما در اینجا نیکو است. پس 3 سایبان میسازیم، یکی برای تو و دیگری برای موسی و سیومی برای الیاس. از آن رو که نمیدانست چه بگوید، چون که هراسان بودند. ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من، از او بشنوید. در ساعت شاگردان گرداگرد خود نگریسته جز عیسی تنها با خود هیچ کس را ندیدند. و چون از کوه به زیر می آمدند ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان برنخیزد از آنچه که دیده‌اند کسی را خبر ندهند. و این سخن را در خاطر خود نگاه داشته از یکدیگر سوال می‌کردند که برخاستن از مردگان چه باشد؟ پس از عیسی پرسیده گفتند پس چرا کاتبان میگویند که الیاس باید اول بیاید؟ او در جواب ایشان گفت که البته الیاس اول میآید و همه چیز را اصلاح می‌نماید و چگونه درباره پسر انسان مکتوب است که میباید زحمت بسیار کشد و حقیر شمرده شود. لیکن به شما میگویم که الیاس هم آمد و با وی آنچه خواستند کردند، چنان که در حق وی نوشته شده است. دوستان عزیز، در این آیات ابتدا پیشگویی درباره آشکار شدن جلال و مقام عیسی مسیح را می‌بینیم و بعد از 6 روز به انجام رسیدن آن. و سپس یک بار دیگر عیسی مسیح در مورد صلیب و رنج و مرگ و قیام خود از مردگان پیشگویی می‌کند و یا نبوت می‌نماید و سرانجام مطلبی هست در مورد الیاس نبی. در انجیل مقدس به قلم متی درباره همین حادثه یا تغییر هیبت عیسی مسیح مطالبی رو قبلا به عرضتون رسانیدیم، اما به طور اختصار لازم می‌دانم که مجدداً مطالبی رو بیان کنم.
در آیه اول عیسی مسیح به شاگردان خود می‌فرماید که بعضی از شما که الان در اینجا ایستاده اید، قبل از اینکه بمیرید سلطنت ملکوتی خدا را با تمام شکوهش می‌بینید. به عبارت دیگر شما نخواهید مرد مگر اینکه شما لااقل این شکوه و جلال ملکوت آسمان را ببینید. در مورد این آیه البته تغییرات و برداشت مختلفی هم شده، ولی اگر دقت کنیم متوجه میشویم که مقصود عیسی مسیح از این آیه اشاره به تغییر هیبت خودش او می باشه که در آیات بعدی به آن اشاره شده است. و البته پتروس رسول و یوحنای رسول نیز در رسالات خود به این واقعه اشاره می کنند، به طوری که در رساله دوم پتروس فصل اول از آیه 16 الی 18 در همین مورد اینطور میگوید و در واقع توضیح است و تفسیر است به این آیه‌ای که مسیح میگوید. پتروس می‌فرماید زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم، به افسانه‌هایی که با مهارت ساخته شده‌اند متوسل نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیدیم. وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت این است پسر عزیز من، از او خوشنودم، ما آنجا بودیم. آری ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. پتروس چه موقع جلال مسیح را دید؟ چه موقع این تغییر منظر ملکوتی را دید؟ همین آیه است که در این فصل در انجیل مرقس آمده است. یکی از علتهایی که این واقعه انجام می‌پذیرد اینه که خدا می‌خواهد به ما نشان بدهد که عیسی مسیح از روی اختیار و اراده و با آزادی تمام به سوی صلیب رفته و حاضر می‌شود جان خود را کفاره گناهان ما سازد. مسیح می‌توانست در اینجا به آسمان صعود کند، ولی او این کار را نکرد، زیرا اگر مسیح به آسمان صعود می‌کرد بدون اینکه مصلوب شود، آن وقت او نمی‌توانست نجات دهنده ما باشد. او نمی‌توانست ما را نجات دهد. در آیه 2 آمده است که مسیح فقط 3 شاگرد را همراه خود به بالای کوه می‌برد، یعنی یعقوب، یوحنا و پتروس. این سوال پیش میاد که چرا مسیح این 3 شاگرد را انتخاب کرد و بقیه را نه؟ آیا به خاطر برتری آنان بوده؟ جواب این است که خیر. آنان هیچ برتری از دیگر رسولان نداشتند و چه بسا به خاطر اینکه ضعیفتر از دیگران بودند و برایشان درک شخصیت معنوی و کامل عیسی مسیح مشکل تر بود، مسیح آنان را برمیگزیند تا عملاً آنان شاهد بزرگی و جلال و قدرت او بشوند و ایمان بیاورند. پتروس در رساله‌اش همونطور که خواندم میگوید من شاهد عینی جلال و بزرگی مسیح بودم. او مسیح جلال یافته را دید. میگوید او مسیح جلال یافته است که دوباره به این جهان خواهد آمد. و در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 2 در این مورد آمده است که ما نیز روزی همانند مسیح صاحب جلال و شکوه آسمانی خواهیم شد، بدنی غیر فانی و بدنی کامل. آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد به زبان اصلی به معنی اتفاق درونی، یعنی فقط چیزی بود که از درون آشکار شده است. تغییر هیبت به معنی چیزی که از درون تغییر کند. نور درخشیدن از مسیح، ولی این نور نه از ظاهر بلکه از باطن او شروع به درخشیدن کرده است. نوری بود از درون او و بسیاری از مفسرین علم الهی معتقدند که این تغییر هیبت عیسی مسیح سخن از نوع بدنی می کند که ما انسان‌های نجات یافته پس از مرگ در ملکوت خدا خواهیم داشت، زیرا در آسمان جایی که خدا هست بدنی که ما خواهیم داشت غیر فانی خواهد بود. در این آیات میگوید که ردای مسیح بسیار سفید و درخشان شد، آنقدر سفید بود که هیچ سفیدی در دنیا قابل مقایسه با آن نبوده. سفیدی علامت پاکی و قدوسیت است. و در این اثنا میفرماید که موسی و الیاس ظاهر میشوند. با سوال شده که چرا موسی و الیاس و نه پیامبران دیگر در اینجا به مسیح ظاهر میشوند؟ جواب واضح است. علتش سمبل و یا نماینده بودن این 2 مرد خدا می باشد. زیرا موسی نماینده قانون و شریعت است
توسط موسی بود که خدا برای اولین بار قوانین و شریعت را به بشر عطا کرد و الیاس نماینده انبیا و پیامبران خداست که زنده به آسمان صعود نمود. و ظهور این دو در واقع این مطلب را می‌راند که هم قانون و شریعت خدا و هم پیامبران و انبیای خدا شهادت و صلیب و مرگ عیسی مسیح میدهند. شهادت بر صلیب و مرگ عیسی مسیح میدهند. حضرت لوقا می‌فرماید که آنان درباره مرگ عیسی مسیح صحبت می‌کردند. ما می‌دانیم که موسی درباره عیسی مسیح پیشگویی کرده، زیرا در رویا نقشه و هدف خدا برای نجات بشر را دیده بود. این واقعه در رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 26 ذکر شده است که میگوید موسی ننگ و خاری را به خاطر مسیح ثروت عظیمتر از گنج‌های مصر دانست. موسی ننگ و خاری را به خاطر مسیح ثروتی عظیمتر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. موسی می‌دانست که مسیح موعود خواهد آمد و تقریباً تمام پیامبران و انبیا نیز از زحماتی که عیسی مسیح باید تحمل کند سخن گفته‌اند. در این اثنا وقتی که در جلال و شکوه عیسی مسیح آشکار شده، شاگردان محو تماشا بودند و می‌ترسیدند. پتروس که ظاهراً همیشه سخنگوی همه بود، هرچنگار نمی‌دانست که چه باید بگوید، انگار میبایستی یه چیزی در اینجا میگفت. برمیگرده میگوید که ای استاد، خوب است که همینجا بمانیم و 3 خیمه یا 3 زیارتگاه درست کنیم و به مردم بگوییم که این خیمه اول محلی است که الیاس ظاهر شده، خیمه دوم محلی است که مسیح ظاهر شده و خیمه سوم جایی است که موسی ظاهر شده است و بعد مردم بیاین به زیارت. این نوع طرز فکر هنوز پتروس رو مشغول کرده بود که میگوید بعد از چند لحظه متوجه میشن که موسی و الیاس عیسی مسیح رو ترک میکنن و مسیح تنها اونجا بوده. مسیح تنها. و بعد ندایی از آسمان میشنون، ندایی که از جانب خدا یکتا بود، ندای خدا، شهادت خدا که من از عیسی مسیح خوشنود هستم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.